سلام، به آشپزخونه هانا خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه سیب زمینی تنوری درست کنیم. سیب زمینی ها رو با اسکاچ خوب میشوریم تا کاملا تمیز بشن و بعد با پوست هر کدوم رو به 8 تا 10 قسمت تقسیم میکنیم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو کاملا خورد کردین، دوباره با آب سرد مقداری بشورین تا نشاسته اضافیش گرفته بشه و تمیزتر بشه. به کمک دستمال تمیز سیب زمینی ها رو کاملا خشک کنین. روغن زیتون رو اضافه میکنیم به سیب زمینی و کاملا مخلوط میکنیم تا دور تا دورش رو روغن بپوشونه و بعد از اون مخلوط آرد و ادویه ها رو اضافه میکنیم و باز هم مخلوط میکنیم تا سیب زمینی ها کاملا آردی بشن. سینی فر کاغذ روغنی میذاریم و با مقدار کمی روغن کاغذ روغنی رو چرب میکنیم و بعد از اون سیب زمینی ها رو از طرف پوستش میچینیم روی کاغذ. سینی رو میذاریم داخل فری که از قبل روی دمای 200 درجه سانتیگراد گرم شده و به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه میپزیم. امیدوارم که درست کنین و از خوردنش لذت ببرین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو در اینستاگرام و یوتیوب حمایت کنین.